خدا برکت جونتا همین همسایه جای همین چی بوده امروز تو خونه بود. اول به خونه بودیم های در واگن زندگی میکم. خدا برکت بده همین مسلمانایی که همه سهمیخشون گذاشتن. خدا از همه شما راضی باشه. در ماه شریف رمضان همه در حق دعا هستم. مسلمانایی که سهمیخشون گذراندن در همین خیلی خونه ما. سلام علیکم مردم دست با خیر تاجیک. همه ای معلومات دارن که چی گپ شدگی بود خالا در دری کانتینر زندگی میکرد. سبب این آدما مغازه شهریار و کلوب لایف شدگی بودن که نوار کرده بودن، زبور روی کرده بودن. ما زبور دوام دادیم. خیلی شکرانه خدا چه گفته بودیم که در ماه شریف رمضان خالا را صاحب خانه میکنیم و خانه میداریم شب. مبلغ جمع شدگی 166,000 بود. 10,000 شم مینوس میکنیم. بخاطر چی مینوس میکنیم؟ بخاطر که هم برادر صاحب کار زنگ زدیم چند بار برادر شهریار زنگ زد که خیلی شد که هم کارش بزرگ شدگی یا هم کار شدگی نتونید داده 10,000 شد 156,000 156,000 جمع جواری شدگی 156,000 130,000 سوم خالا اینا خانه گرفتیم بود. خانه را دیدی همشه نصیبتون کردن خالا اینا یکان روز افطار میکنیم انشاءالله ببینیم. 130,000 دا خانه گرفتیم. اینا 26,000 دیگه پلی زنده دست خالا میتیم. خیلی کمدی خانه یکان لوسترا میزنه خیلی خودش چیکار کنه خالا خانه را کمشه بود میکنه. خالا جان 26,000 دیگه 1000 آمد همه شمردن و 1000 آمد بچه ها که خیلی سبب شدن. این عجب بود 10,000ش از پولی توشکان جامعه کلوبای که برادر دامی کلوب هم وقت دستگیری میکنه مردمی دست آدمان نیازمند دستگیری میکنه. 1000 آمد شهریار جان کلوب لایف که اینستاگرام رو دادم کردن سوشل خیلی پگه روز پگه ساز میشه برای این خاطر همیو که سر کردن خالا را یافتن دیدن وضعیتش که در کانتینر زندگی میکرد بیزه بود. یک کار کردن که خالا تا همین رمضان گفتیم ما بیشتر که رمضان بودم گفتیم رمضان گفتیم در همین رمضان خالا نصابی خانه شد. با دعای شما در شهر کلوبیم هم وقت دعاگو باشین. خالا جان برای مردمی که دستگیری کردن خیر کردن شما را که کمک کردن که شما هم صاحب خانه شدن ما شهریار یک دعا میدادیم. امید همه این بچه‌ها شهریار بودن همه مسلمانایی که در سهمیخشون در همین خیر مرد گذاشتن و همه‌شون خدا برکتشون تا رحمتی کلام میگن. غریبایی که کدام مسلمانی که سهم شد در ماه شریف رمضان خیلی مد گذاشته خدا برکتشون تا خدای همه شما بچه جون راضی باشه. در حقتون تا اونی در جان در بدن دارم در حقتون دعاگویم. شهریار جان بهادر جان همه تون بچه جون خوش آمدین به همین خونه نو. خدا برکتون تا در ماه شریف رمضان اکسانی من نمیتونم چی بگم. خدا برکتون تا امین اولاد بر نفرانی که ستوریج کردن برادرها دستگیری کردن مثلا مبلغ پولی هم دستگیری کردن یک جمع تشکر زیاد میشه که خیلی پسندی مادر اختون دیده بهترین میشه. انشالله خداوند شما راضی باشه. 1000 رحمت خدا نگهبانتون بچه جان نصیبتون کنه. 1000 رحمت 1000 رحمت گرگه همه شما در کم دستگیری میکنین همین کارا فقط امون الله باشین در حق ما دعاگو باشین و در حق نیازمندا دعاگو باشین که همه نیازمندان صاحب خانه شوند. کدامش که بیماره شفا یابند. الله نگهبانتون.